هیچ کس در موردش حرفی نزده، ولی میگن بعضی خونه ها فقط متروکه نیستن، بعضی آن زندن، نفس میکشن، نگاه میکنن و وقتی کسی واردشون میشه تصمیم میگیرن که اون شخص بمونه یا نه. این داستان در مورد یه خونه است، یه خونه قدیمی تو حاشیه شهر، توی کوچه‌ای که حتی اسم نداره. فقط یه پلاک روشه، عدد 31. ساختمونی 2 طبقه با دیوارهای ترک خورده، پنجرهایی که انگار سالهاست کسی ازشون بیرون رو نگاه نکرده و دری که همیشه نیمه بازه، انگار منتظر کسیه. لطفا قبل از اینکه بریم برای ادامه داستان ممنون میشم ویدیو رو لایک کنید و کانال رو سابسکرایب کنید تا بقیه ویدیوها رو از دست ندید. اولین بار یه زوج جوون اونجا رفتن، دنبال خونه ارزون بودن. صاحبخونه با لبخند گفت فقط یه شرط داره، شب اول باید تنها بمونه، بدون برق، بدون تلفن. زوج قبول کردن. شب اول صدای پا از طبقه بالا شنیدن، ولی کسی اونجا نبود. صبح فقط یکیشون زنده بود. زن با چشمای نیمه باز نشسته بود گوشه اتاق، فقط یه جمله رو تکرار میکرد. اون گفت منو انتخاب کرده. بعد از اون خونه خالی موند، ولی هر چند وقت یه بار یه نفر میومد، یه مستندساز، یه یوتیوبر، یه ماجراجو. همشون یه چیز مشکوک داشتن، کنجکاوی، و همشون یه چیز دیگه هم داشتن، یه پایان مبهم. یکی از اونها یه پسر جوان به اسم آراد بود. دنبال لوکیشن برای فیلم ترسناک میگشت. دوربینش رو برداشت، رفت سراغ خونه. از لحظه‌ای که وارد شد دوربینش شروع کرد به ضبط خودکار. حتی وقتی خاموشش میکرد دوباره روشن میشد. اولش فکر کرد باگه، ولی بعد صداهایی ضبط شد که خودش نشنیده بود. زمزمه‌هایی که میگفتن تو هم میمونی مثل بقیه. آراد شب رو اونجا موند. توی ویدیوهایی که بعداً از دوربینش پیدا شد دیده میشد که ساعت 3:13 بامداد در اتاق خودش باز میشه، خودش خوابیده و یه سایه وارد میشه، سایه که شکل انسانی نداره. دوربین میلرزه، تصویر تار میشه و بعد فقط یه صدا نفس کشیدن میاد، سنگین، عمیق، نزدیک. صبح آراد نبود، فقط دوربینش بود و روی دیوار با خطی لرزان نوشته شده بود اون فقط کسایی رو نگه میداره که صداشو بشنون. از اون روز به بعد هر کس وارد اون خونه بشه یه چیز رو تجربه میکنه، یه صدا، یه زمزمه، یه انتخاب. و اگه اون صدا اسم تو رو صدا بزنه دیگه راه برگشتی نیست.